دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر مقامات ایران به قتل اعتراضگران شروع کنند، ایالات متحده به ضد آنها اقدام‌های خیلی جدی می‌اندیشد. او در این باره هنگام سفرش به شهر دیترویت با شبکه تلویزیونی CBS صحبت کرد ولی جزئیات نداد. وقتی خبرنگار از رئیس جمهور آمریکا درباره واکنش واشنگتن و گزارش‌ها راجع به احتمال به دار کشیدن اعتراضگران پرسید، او گفت که در این باره چیزی نشنیده است، ولی افزود اگر آنها به چنین کاری دست زنند ما واکنش بسیار سخت نشان می‌دهیم. وقتی از دونالد ترامپ همچنین پرسیدند که هدف نهاییش در ایران چیست، او گفت هدف نهایی پیروز شدن است. من پیروزی را دوست می‌دارم. ما می‌خواهیم که کشتار آدمان قطع شود. ما می‌خواهیم آزادی این مردم کمی بیشتر شود. این مردم مدتی طولانی در جهنم به سر میبرند. دونالد ترامپ در ادامه صحبتش گفت ما نمیخواهیم شاهد آن چیزی باشیم که حالا در ایران میگذرد. اگر آنها میخواهند اعتراض کنند یک چیز دیگر است، ولی وقتی به کشتن هزاران نفر شروع میکنند و شما درباره بدار کشیدن میگویید، خواهیم دید که عاقبتش برای آنها چه میشود. این عاقبتی خوبی نخواهد داشت. هشدارهای ترامپ در حالی است که سازمان‌های حامی حقوق از احتمال صدور حکم‌های قتل برای تظاهرگران اظهار نگرانی می‌کنند. این گروه ها از جمله سازمان حقوق بشر ایران قرارگاهش در نروژ با تکیه به منابع خود خبر داده است که حکم قتل عرفان سلطانی 26 ساله روز 14 ینور اجرا خواهد شد. او را به محاربه و یا تعبیر دیگر جنگ بر ضد خدا متهم کردند و تعبیر روحانیان ایران، آنهایی که به ضد نظام اسلامی اعتراض میکنند یا میجنگند، گویا به ضد خدا جنگیدند. سازمان حامی حقوق هرنه که قرارگاهش در آمریکا است روز چهارشنبه گفت شمار قربانیان اعتراضهای ضد حکومت در ایران از 2400 نفر گذشته است. پیشتر از این دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه از اعتراضگران در ایران خواست به تظاهرات خود ادامه دهند و گفت که کمک در راه است. وقتی خبرنگاران از او پرسیدند که منظورش چیست، ترامپ گفت خودتان خواهید فهمید. و افزود حمله نظامی یکی از گزینه‌ها برای مجازات رهبران ایران در رابطه با سرکوب خونین اعتراضگران باقی میماند. دونالد ترامپ علاوه برای واردات محصولات از کشورهایی که با ایران داد و گرفت تجارتی دارند 25% باج گمرکی جاری کرده است. چین که خریدار اساسی نفت ایران است این تصمیم را فوراً محکوم کرد. از سوی دیگر مقامات ایران آمریکا و اسرائیل را به برانگیختن ناآرامی‌ها متهم کرده مسئولیت کشتارها را بر دوش گماشته‌های تروریستی واگذار کردند که به قول آنها از خارج دستور می‌گیرند. روز سه‌شنبه یک مقام ایرانی شمار کشته شدگان را تقریباً 2000 نفر اعلام کرد و این نخستین بار بود که مقامات رسمی آمار عمومی قربانیان ناآرامی‌های 2 هفته اخیر را اعتراف کردند. اعتراضها در ایران روز 28 دکبر در پی بی‌قرب شوی پول ملی ایران ریال آغاز یافت و سپس به نمایش‌های گسترده سیاسی به ضد حکومت روحانیان تبدیل یافت. تظاهرات بزرگترین چالش برای حاکمان ایران در 3 سال اخیر دانسته می شود.